مدرسه بازیکن میخواد که دوندگیش بیشتر از حریف باشه، جنگندگیش بیشتر از حریف باشه، اشتباهش کمتر از حریف باشه. حریف رو به اشتباه می‌رسه. شما باید کاری بکنید تماشاگرها خوشحال بشن. اول برای خودتون، خانواده خودتون باید بازی بکنید، بعد از اون برای مجموعه باشگاه و بی اضافه هواداران شما باید دل اینا را شاد بکنید. داماش این جایگاهش نیست. شما میراثدار باشگاهی هستین که استقلال در تهران جلوی 80,000 تماشاگر شکست داد، پرسپولیس 10 نفره شکست داد، سپاهان 3 تا زد، ذوبان 5 تا زد، تراکتورسازی در تبریز جلوی 90,000 تماشاگر 2 تا زد. شما میراثدار اون تیمی، قدر این پیران نداشته باشید. شما نباید با تیم فومان مساوی کنید، شما نباید از آستاره ببازید. شما میراثدار اون نسلی. انشالله به امید خدا با کمک همدیگه گام به گام میریم جلو.